بسیار خوب. تا اینجا ما با مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و در این ویدیو میخوایم بحث تحلیل تکنیکال پیشرفته رو با موضوع بسیار بسیار مهم کندلستیک چارتس یا در واقع چارت هایی با نمودارهای شمعی شروع بکنیم. در ابتدای امر اگر اسلاید بعد رو مشاهده بفرمایید، ما در رابطه با تاریخچه نمودارهای شمعی یه توضیحاتی میدیم و بعد این نمودارها رو روی نمودار قیمتی سهم و در واقع روی نرم افزار تشریح خواهیم کرد. آرایش‌های شمعی در واقع در قرن 16 هم توسط یک تاجر ژاپنی به نام آقای مانوهیتا هوما، من اسمشون رو هم اینجا نوشتم، آقای مانوهیتا هوما، تو کشور ژاپن اختراع شدن. این آرایش‌ها و الگوها در واقع به طور کلی 4 تا قیمت اصلی رو نشون میدن و روی این 4 تا قیمته که مانور میدن. همونطور که قبلا هم ما در بحث تاریخچه تحلیل تکنیکال گفتیم، آقای استیو نیسون سوئدی تو سال 1989 در واقع این علم رو از آسیا و باقی در واقع نواحی دیگه در دنیا به اروپا آوردن و سمت غرب آوردن و رفته رفته اون رو به صورت یک علم، به صورت علم تحلیل تکنیکال به رشته تحلیل در آوردن. خب همونطور که در اسلاید بعدی مشاهده میکنید، این نمودارهای شمعی در واقع کاربردهای بسیار بسیار مهمی دارن. همونطور که میبینید توی این اسلاید من گفتم که نمودارهای شمعی گاهی به صورت منفرد و گاهی به صورت گروهی تشکیل یک سری آرایش‌های رو میدن که این آرایش‌های بسیار بسیار مهمی هستند که به صورت یک سری استراتژی در علم تحلیل تکنیکال و برای تجزیه و تحلیل سهام و رفته رفته در دوره فارکس، در بازار فارکس هم استفاده میشه که در دوره فارکس ما به طور کامل این مباحث رو شرح میدیم و تمامی مواردی که اینجا شما یاد میگیرید در دوره‌های آموزشی بازار فارکس اونجا به طور کامل مورد استفاده قرار میگیره. وزن سیگنال های نمودارهای شمعی، من این نکته‌ای که اینجا آوردم خیلی بهش دقت کنید. ما خیلی توی تحلیل تکنیکال سعی کنیم به سیگنال های صرف نمودارهای شمعی بسنده نکنیم. یعنی به عنوان یک تحلیلگر پیشرفته بایستی اون آرایش هایی که نمودارهای شمعی به وجود میارن و سیگنال هایی که به شما میدن برای خرید سهام رو در نظر بگیرید و اونو کامل یاد بگیرید، اما سعی کنید وزن خیلی زیادی توی تصمیم نهاییتون برای خرید یا فروش سهم بهشون ندید، چون در واقع میشه گفت میزان خطای این آرایش ها خیلی بیشتر از خطای مربوط به باقی آسیلیتورها، اندیکاتورها و ابزارهای دیگری که ما در تحلیل تکنیکال یاد میگیریم هست. خب بریم اسلاید بعد رو با هم ببینیم. اینجا من نمونه اولیه یک کندلستیک یا نمودار شمعی رو براتون آوردم. کندلستیک ها به طور کلی یه همچین شمای کلی دارن. البته این شمای کلی و جنرال و سالید کندلستیک ها هست، اما کندلستیک ها میتونن به شکل‌های دیگه هم در بیان. اما در حالت کلی ما دو نوع مختلف کندلستیکی داریم که با توجه به رنگ پوسته‌ای که شما به نمودار قیمتی سهمتون در نرم افزارتون میدید، این رنگ ها متفاوته. به همین خاطر من اونا رو با رنگ در واقع از هم متمایز نمی کنم. کندلستیک ها رو به صورت تو خالی و تو پر فرض میکنیم. در یک کندلستیک تو خالی ما به طور کلی یک لو پرایس در پایین ترین قسمت نمودار، یک های پرایس در بالاترین قسمت و نکته مهمش اینجاست عزیزان. ببینید اوپن پرایس ما دقیقاً اگر این رو یک نمودار جعبه‌ای فرض کنید که شاخک پایین، شاخک بالا و یک جعبه‌ای که این وسط قرار داره، خط ابتدای در واقع پایینی جعبه میشه اوپن پرایس شما، خط انتها در بالا میشه کلوز پرایس شما. من یه توضیح راجع به اوپن در واقع کلوز، لو و های بهتون بدم. ببینید لو پرایس سهام که در بازار، حالا با اون بازه زمانی مثلا فرض کنید الان که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم، طبق قوانین سازمان بورس اوراق بهادار سهام در ساعت 9 صبح معاملاتش باز میشه، شروع میشه تا 12:30 ظهر.
اولین قیمتی که یک سهم بعد از بازگشایی در بازار سرمایه میخوره، اون قیمت رو ما میگیم قیمت بازگشایی یا همون اوپن پرایس. مثلا فرض کنید سهام شرکت ایران خودرو ساعت 9 صبح سهم باز شده و ساعت 9 و 4 ثانیه اولین معاملهش رو خورده. اون اولین معامله میشه اوپن پرایس، قیمت مهمیه برای ما تو بازار. این 4 تا قیمت برای ما خیلی مهمه. کلوز پرایس چیه؟ سهم داره ساعت 12:30 ظهر بسته میشه و ساعت 12:29 و مثلا 57 ثانیه آخرین معاملش میخوره و ساعت 12:30 بسته میشه. اون معامله‌ای که در اون ساعت انجام میشه به عنوان کلوز پرایس یا قیمت بسته شدن سهم هست. اما از ساعت 9 صبح تا 12:30 ظهر سهم قیمت‌های خیلی متفاوتی رو می‌بینه. ممکنه بالای مثلا 2000 تا معامله انجام بشه روی سهم. اون قیمتی که در ساعت 9 صبح، حالا چه شامل اوپن پرایس یا کلوز پرایس یا اینکه چه شاملشون نباشه، اون بالاترین قیمتی که معامله میشه رو به عنوان های پرایس و پایین ترین قیمتی که معامله میشه رو به عنوان لو پرایس در نظر میگیریم. حالا اگر قیمت اوپن پرایس کمتر از قیمت کلوز پرایس باشه، کندل استیکتون تو خالی میشه. یه بار دیگه در واقع نکته مهم رو میگم. اگر اوپن پرایس، ببین الان اوپن پایین تر از کلوزه، کلوز بالاتره. اگه کلوز بالاتر از اوپن باشه، نمودارتون میشه نمودار تو خالی. یا به عبارتی بهتر میتونیم بگیم اگر سهم در لحظه بسته شدن قیمتش بالاتر از قیمتی باشه که اول صبح خورده بوده، میشه در واقع کندل تو خالی. و وجه تفاوت بین این دوتا کندل هم همین نکته است. ببینید در کندل تو پر لو پرایس که همونه، های پرایس هم همونه، ولی جای کلوز و اوپن با هم عوض شده. کلوز اومده پایین، اوپن رفته بالا. پس اگر قیمت بسته شدن سهم پایین تر از قیمت باز شدن ابتدای روزش باشه، اون کندل استیک تو پر میشه. خب همینجا من قبل از اینکه بخوام وارد اسلاید بعدی بشم، یه نکته رو میخوام خدمت شما عزیزان بگم. طبیعتاً حالت کلی نمودارهای کندل استیکی به این صورت هست، اما اگر من یه همچین کندل استیکی داشته باشم، این به چه معناست بچه‌ها؟ این مقدار راجبش فکر کنید همینجا تا با هم در واقع بررسیش بکنیم. خب من اینجا در واقع دارم یک لو پرایز رو میبینم. پس لو پرایز من این ناحیه است. این لو پرایز منه. از طرفی کندل من یک کندل تو خالیه. پس چون کندل تو خالیه، اوپن پرایز من میشه این ناحیه. پس این اوپن من. درسته بچه‌ها؟ حالا این ناحیه بالایی از طرفی میدونم چون کندل تو خالیه و این اوپن پرایزه، بس این کلوز پرایزه. اما نکته مهمی که باید بهش دقت کنید اینه که ما چیزی به نام های پرایز در این ناحیه نداریم. پس همین نقطه‌ای که کلوز پرایزه، های پرایز منم هست. این معنیش چیه بچه‌ها؟ این معنیش اینه که اون قیمتی که سهم بسته شده بالاترین قیمتی هم بوده که کلا تو اون روز سهم معامله شده. مثلا مثال عددی، ایران خودرو اومده ساعت 9 و مثلا 1 دقیقه اولین معاملش خورده. مثلا چه قیمتی؟ مثلا رو قیمت 108 ریال معامله شده. حالا من این مثال واقعی نیست 108، حالا 1080 ریال من می‌نویسم که این دو واقعی تر. مثلا به قیمت 1080 ریال معامله شده، اوپنش بوده، ولی توی روز قیمت‌های متفاوتی گرفته. حتی مثلا ساعت 10 و مثلا فرض کنید 38 دقیقه به قیمت 1010 ریال هم رسیده. خب یعنی پایین تر از 1080 ریال میشه لو پرایس. باز قیمت های مختلف خورده تا اینکه موقع بسته شدن قیمتش شده 1190 ریال و بالاترین قیمتش هم همین بوده. یعنی توی طول روز از 1190 ریال بالاتر اصلا نرفته قیمت سهم، تا همون 1190 ریال بسته شده. پس کلوز پرایز هم با های پرایزش برابر بوده. بنابراین ما یک همچین کندل استیکی رو توی اون روز سهم برای سهم داریم. دقت کنید اگر خاطرتون باشه من توی نمودار
وقتی که داشتم نرم افزار رو توضیح میدادم خدمتتون عرض کردم که تایم فریم زمانی نمودار رو ما باید حتما دیلی بگیریم که در واقع بتونیم یک روز برای یک روز سهم یک کندلستیک دیلی داشته باشیم. پس اینو کاملا بهش توجه کنیم. خب این از این بابت. حالا یه کندل دیگه ای من میکشم و شما طبق اون کندل بگید که چه اتفاقی برای سهم افتاده، با هم دیگه بررسیش بکنیم. فرض کنید کندلستیکمون به این شکله. این به چه معناست؟ خب با توجه به توضیحاتی که خدمتتون دادم ما طبیعتا اینجا لو پرایز داریم، طبیعتا اینجا میشه های پرایزمون. ولی اگر دقت کنید ما اینجا جعبه ای رو نمیبینیم، یا به عبارت این جعبه کاملا بسته شده و یک خطه. یعنی در واقع این قیمت و این قیمت با هم برابرن، یا به عبارتی میتونیم بگیم اوپن پرایس برابر کلوز پرایس. پس زمانی که اوپن و کلوز با هم برابر باشن کندلستیکتون به این شکل در میاد بچه‌ها. مثال عددیش تو بازار چجوری میشه؟ مثلا فرض کنید مثلا سهم سیمان بوجنور اومده ساعت 9 صبح باز شده. به چه قیمتی باز شده؟ مثلا به قیمت 3083 ریال باز شده. این سهم که به این قیمت باز شده قیمت‌های مختلفی در طول روز خورده، حتی به قیمت مثلا 3000 من اینا رو فارسی دارم تایپ میکنم، به قیمت 3000 مثلا 10 ریال هم رسیده و باز قیمت‌های مختلفی رو تجربه کرده اومده بالا پایین، اومده سهم به قیمت های یعنی 3190 ریال هم رسیده. اما رأس ساعت 12 و 29 دقیقه و مثلا 47 ثانیه که دیگه آخرین معامله سهم خورده دوباره اومده همون قیمت 3083 ریال معامله شده و سهم بسته شده. یعنی اوپنش و کلوزش با هم برابر بودن و توی اون روز قیمت‌های متفاوتی پایین‌تر از این قیمت و بالاتر از این قیمت هم دیده. زمانی که این اتفاق میفته کندلستیک به این صورت در میاد. و حالا جلوتر که بریم با الگوهای کندلستیکی آشنا بشیم به خدمتتون میگم که این کندلستیک رو ما بهش میگیم، اسم این کندلستیک هست بچه‌ها یک دوجی. کندلستیک دوجی به کندلستیکی گفته میشه که اوپن پرایس و کلوز پرایسش با هم برابر. خب از این مبحث بگذریم، بیاین بریم اسلاید بعد. خب چند لحظه قبل از اینکه من در واقع این آرایش های قیمتی رو که الان خدمتون قرار عرض بکنم توضیح بدم. از این لحظه به بعد ما با نمای کلی کندلستیک ها آشنا شدیم. حالا میخوایم بریم الگوهایی که یا پرایس های پترن هایی که در واقع کندلستیک ها به ما نشون میدن رو با هم یاد بگیریم. از این اسلاید به بعد کاملا ذهنتون و توجهتون رو در واقع پای این آرایش های مختلفی که بهتون یاد میدم بگذارید و کاملا سعی کنید اونها رو مثل پرایس پترن ها تو ذهن خودشون داشته باشید و حفظشون بکنید. بسیار بسیار اینا مهمن. بعداً تو بازار فارکس هم میتونید از این کندلستیک ها استفاده بکنید. اولین آرایشی که میخوام خدمت شما عزیزان آموزش بدم آرایش دوجی هست. یک آرایش بسیار مهم که شکلش رو الان اینجا میبینیم با هم. ببینیم شکلش رو. ببینید عزیزان این همون آرایشی که تو اسلاید قبلی من مثالش رو خدمتتون عرض کردم. یک دوجی ما داریم که این دوجی در واقع میشه گفت اوپن پرایز و کلوز پرایزش با هم برابره که در واقع یک لو پرایز یک های پرایز داره، اما اوپن و کلوز با هم برابره. اما نکته مهمی که در رابطه با کندلستیک دوجی باید بدونید اینه که خود این دوجی ها هم به انواع مختلفی تقسیم میشن. ببینیم انواعش رو با هم. اولین نوع دوجی که ما بهش میگیم دراگون فلای دوجی یا دوجی سنجاقک، همونطور که مشاهده میکنید اوپن پرایز و کلوز پرایز با هم برابرن و هر دوشون برابر با چیه بچه‌ها؟ برابر با های پرایزه. یعنی اوپن، کلوز و های با هم برابرن. ما یه لو پرایز پایین داریم ولی قیمت بازگشایی، قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت سهم یه قیمت بوده
توی اون روز بازار که ما بهش میگیم دراگون فلای دوجی. نوع دیگه ای از دوجی وجود داره که ما بهش میگیم لانگ لگ دوجی یا دوجی قد بلند یا قد دراز، یعنی یه دوجی که در واقع لو پرایز و کلوز پرایز بسیار بسیار بالایی داره. ببینید در طول روز در بازار سرمایه شما یک دامنه نوسان برای سهم دارید، یعنی اینطور نیست که سهمتون هر قیمتی رو بگیره. طبق قوانین سازمان بورس یک سهم میتونه یک آستانه نوسانی داشته باشه، یک حد بالا پایین داشته باشه و بالاتر از اون و پایینتر از کف، بالاتر از سقف نمیتونه بره. وقتی شما این حد کف و سقف رو دارید، یه موقع‌های سهم حتی تا پایین‌ترین رنج خودش هم میره. مثلا فرض کنید دامنه نوسان یک سهم در طی یک روز 5%. این یعنی چی؟ یعنی سهم اجازه داره تو اون روز نهایتاً 5% رشد کنه یا نهایتاً 5% ریزش داشته باشه. این رشد و ریزش خودش میشه 10%، یعنی از -5 تا +5، یعنی میتونه برسه به 0% یا بالاتر. حالا نکتهش اینه که ممکنه توی یه روز یه سهمی انقدر بیاد پایین که حتی -5 هم تجربه کنه و توی همون روز معاملات مجددش انقدر رشد پیدا کنه که بره و صف خرید بشه و +5 رو تجربه کنه. وقتی فاصله بین لو پرایس و های پرایس خیلی زیاده، وقتی که سهم تمام در واقع دامنه نوسانش رو توی اون روز تجربه میکنه، ما یه همچین دوجی خواهیم داشت، بهش میگیم لانگ لگ دوجی. و یه نوع سومی از دوجی هم داریم که بهش میگیم گریوستون دوجی یا دوجی نقش قبر، دوجی سنگ قبر. یه همچین اسمی تو کتاب‌های فارسی داره که این دوجی جز اون دسته از دوجی هایی هست که در واقع میشه گفت برعکس دراگون فلای دوجی این بار اوپن پرایس، کلوز پرایس و لو پرایس هستن که با هم برابرن. ما یک های پرایس داریم اما اوپن، کلوز و لو هر سه تا با هم برابرن. خب ما این سه تا دوجی رو یاد گرفتیم، اما چه سیگنالی اینا به ما میدن؟ زمانی که شما با دراگون فلای دوجی مواجه شدید میتونید پیش بینی کنید که بعد از اون روز قرار هست که بازار با خبرهای خوبی همراه باشه و بعد از اون سهم در واقع شروع به رشد بکنه. اما برعکس اگر با گریوستون دوجی آشنا شدید، قرار هست که بعد از اون بازار در واقع برای اون سهم بازار خوبی نباشه و اون سهم شروع به ریزش بکنه. اگر هم با لانگ لگ دوجی مواجه شدید، در واقع همون حالت سوسو رو داره، یعنی بایستی مردد باشید نسبت به بازار که قراره چه اتفاقی براش بیفته. این در واقع درک و شناخت شما از دوجی ها و تصمیمی هست که بعدش میخواید بگیرید. اما همونطور که خاطرتون هست خدمتتون عرض کردم شما با نمای شماتیک دوجی ها و سیگنال هایی که میدن آشنا باشید، اما خیلی به سیگنال های آرایش های قیمتی یا کندلستیکی توجه نکنید.